سلام برف میزنی. ببخشید دکتر بهرام. در مورد کفریت سیاسی از شما بپرسم. اگه 5 طبقه کنیم، طرفدار، موافق، خنثی، مخالف و کنشگر که مخالف باشه کارهای سیاسی مخالفه نظام و عقاید سیاسی که فعلا وجود داره انجام بده، همین نظام فعلی، بله نظام فعلی و اعتقادات اینو به قبل گو ببره. آقا دو تا سوال مجزا. شما میشه بگید دسته‌بندتون رو بگید و چه دیدگاهی دارید؟ سیاست و اعتقادی. این چی میگه؟ من بعد این میگم. سیاست نیستم. تو گو میخوری. خب بین این ستایی که گفتید یکی اصلا بحث نیست تا اهلش باشی نباشی، اصلا ربط نداره که اصلا نکن. تو چه بخوای اهل سیاست باشی چه نباشی، آقا درگیر سیاستی، درگیر تصمیم های سیاستگرانی هستی که دارن تصمیم میگیرن. خب بخوای نخوای این قانون چیز میمونه، قانون جاذبه میمونه. آقا تو بخوای نخوای خب بپری میافتی زمین دیگه. بعد اونجوری نیست باشی نباشی تاثیرش رو تو هست، حتی چندین برابر، بلکه بعضی از مواقع چندین میلیارد برابر. ناکنین یا چشاشون چقدر بزرگ شده. خب بریم انتخاب کنم موافق، مخالف، خنثی. قطعا موافقم. تو گو میخوری موافقی؟ از چی موافقی؟ نه منظورم چیز نیست. منظورم آقا بابا الان یه جوان تویی که داری این ویدیو رو میبینی، توی آره داری این ویدیو رو میبینی، ماشین پا چیه؟ اصلا خونه داری؟ چقدر داری اجاره میدی؟ کفافتو میده؟ نه. راضی؟ نه. سیاست رو درست کنی. من نظر اعتقادی هم خب به نظر من دینی رو که قبول کردم، دین اسلامو، حالا با شرایط مختلفی که داره قبول کردی؟ ما حجاب، نماز، روزه است. اهل خرج کردن هم هستین؟ اهل خرج کردن هدفدار هستم. من یه اعتقادی دارم حداقل اوایل زندگی. حداقل به طرف نگاه کن. چرا داری میزو نگاه میکنی؟ یا زشته. تو نگاه کن قیافه اینو بابا. میزو به اون ناداری نکن. بذار این نکته اینجا بهتون بگم. من خودم چند سال روانشناسی خوندم. وقتی داری با طرف مقابلت داری صحبت میکنی باید چش تو چش باید بهش نگاه کنی. خیلی مهمه، خیلی مهمه. آره داری نگاه کن. الان من خیلی تو تفاوت رو نگاه کن. مثلا شما داری من صحبت میکنی، من خیلی مثلا اینجوری اونجوری. قشنگ چش تو چش صدا کلوف بدن رو بده جلوی، اینجوری قشنگ صحبت کنیم دیگه. مثلا با همسر آینده‌تون رفتیم بیرون، به شخص من از یه چی خوشم اومد که مثلا یه ماه قبل اونو تهیه کردم و داشتم. شما نظرتون در این چیه؟ شما یعنی میگید دلخرجیه؟ شما میفهمید یک ماه قبل یه چیزی رو خریداری کردید و داشتید از اون. من شما صحبت می‌کنم. یه مدل دیگه شه. حالا هدفدار شدن منظور هدف فقط زندگی نیست. هدف حتی میتونه روحیه شخص مقابل شما هم باشه که به این نیاز پاسخ داده بشه. ولی با شما صحبت میکنم، میگم که میتونید بجاش مثلا کالای دوم بخرید. یه صحبت میشه. بذار من یه ذره مشخص‌تر اینو بگم. مثلا دارید با هم دیگه الان میرید به فرض، بعد اینا رو پسر راحت نیست، خیلی سفته. یه سری چاقال بادوم بگی الان شل کن. اهداف ما نیست. چاقال بابا چاقال بادوم چی همه استفاده میکنه؟ یا وای نیستی مثلا میگه آقا چاقال بادوم چندین کیلو بخرم چاقال بادوم چیکار میکنی؟ عددش هم قابل توجهه. چاقال بادوم من دیدم کیلو 2 میلیون، الان اومده نوبرونه. چه خبره کیلو 2 میلیون؟ بهشون میگم شما چاقال بادوم رو من وای پول کنار گذاشته بودم که برای شما یه انگشتر بگیرم. آیا شما راضی 2 میلیون شما نمیتونی انگشتر بگیرید؟ 2 کیلو میگیرم. 2 کیلو مثلا میگم. حالا یه بخشی ازش کم میشه قدرت انگشتر نمیشه. بعضی کارهای دیگه میشه. مثال دادم. این رو شما بهاشو میدید که آیا این کار انجام میدید؟ خب به قول شما روحیه من الان همون چاقال بادوم رو میخواد، طلا نمیخواد. به روحیه بعد همسرتون هم باید توجه داشته باشید. شما میگید باشه ما خونه. او چقدر تو آروم حرف میزنی؟ با یه ذره بلند صحبت کن دیگه. رو شما چجور پیش بینی میکنید؟ استراتژی شما با توجه به اینکه اوایل استراتژی چیه؟ مگه داری میری جنگ؟ شهر عزیزیا. آیا شما چه دیدگاهی دارید نسبت به مهاجرت؟ اینکه چرا سوال کسشر داری میپرسی؟ مخالفی به چه دلیل؟ تو گو میخوری مخالفی؟ تو گو میخوری با تو کی آخه مخالف باشی؟ نه با رفت و برگشت که مشکلی نداره، ولی کلا رفت برگشتی نداشته باشه مشکل دارم، چون به نظر حالا به دیدگاه خودم
هیچ جا اون خونه آدم اون وطن آدم نمیشه که بخواد جایگاهشو تغییر بده. ولی خب اگه توی کشور دیگه ای هم شما مهاجرت کنید نیه اگه جلوم دیدیم به نظر قرار بدید که تو جلسه اول آشنا شد. اون سوال هنوز مونده مشخص نشد. مثلا سوال طولانی می‌پرسیم. بعد آشنا بشیم. تمایل به نظر دیدگاه خودم داره، ممکنه برم ممکنم نرم، ولی میگم 100% نیست که شما مثلا فردا روزی به من بگی تو به من گفتی میری سر کار چرا الان نمیری، یا اصلا ممکنه خودم به شما پیشنهاد بدم مثلا من نیاز دارم برم سر کار، نیاز دارم برم تو اجتماع باشم، نیاز دارم از خونه برم بیرون. یا حالا مثلا نیاز دارم از نظر اقتصادی که به قول شما با هم. من یک نیازی رو شما میفرمایید از دید خودتون، من برداشتم اینه که خودم اگر نیاز دیدم حوصله‌ام کشید که همچین چیزی که میرم سر کار. بحث من سر شخص نیست، بحث من سر زندگی مشترکه، اون قسمتی که با هم اشتراک داریم. سر ماست. شما آیا مایل هستید و انجام میدید که 5 سال اول زندگی رو هزینه کنید برای جفتمون؟ خیر. مطمئنید که من فقط باید 5 سال برم سر کار؟ اگه این 5 سالو من رفتم و شما دیدید یه زندگی ایدئالی دارید، بعد اگه بعد 5 سال نخواستم برم، شما خودتون اجبار به من نمی‌کنید که حالا 1 سال دیگه برو، 2 سال دیگه برو. از این بابت چی؟ یعنی شما این تعهد به من میدید که من فقط 5 سال برم؟ بله. اینجا تو 1 سال برو. 5 سال برم ایدئال. اون ایدئاله مشغولی داره. ایدئال خب قطعا اگه منم سر ماه یه حقوقی بگیرم، قطعا اگه 20 تومن من با 20 تومن شما 40 میلیون میشه. قطعا یه زندگی ایدئاله. بابا ویلمون که الان کی به کی 20 میلیون حقوق میده؟ اصلا حقوق 20 میلیونی نداریم آقا. طرف 40 سال کارش اینه، چیز حالا بانک 20 میلیون میگیره، فوقش 25 میلیون میگیره. الان با کارمند چقدر بگیره بابا؟ چه چرت و پرت داریم؟ این کارمند فوقش 15 تومن میخواد بگیره. اونم نه همون اول. اونم کارمند با 6 سال اضافه بده درس بخونه. بابا چرا الکی چرت و پرت میگی؟ 20 میلیون کو بگو منم برم کار کنم. رویا نسازید لطفا واسه مردم. رویا نسازید. به جاش نکنید شما اگه این پکیج های منو ایدئال آره مثلا مثال بگید. دیگه فکر می‌کنم اگه 40 میلیون گرفته باشیم حالا با وام و اینو بتونیم یه خونه‌ای، یه ماشینی در حد همینو برای جفتمون تهیه کنیم. Shit, what the fuck? What 40 تومن؟ حرفی با ندارم. مسائل خرج کردن فکر می‌کنم دیگه اوکی باشه. ایدئال باشه. و یعنی چی تو با 40 تومن میخوای خونه بگیری؟ میخوای ماشین میخوای بگیری؟ خرج میخوای کنی؟ چجوری داری حساب کتاب میکنی؟ رویا فروشی نکنید. بعد شما یه سوال برای زندگی مشترکتون که حالا میخواید ازدواج کنید، یعنی این مبنا رو گذاشتید که 100% همسر آینده‌تون بره سر کار؟ نه. پس چرا این سوال براتون مهمه؟ من سوال برام مهمه که بدونم طرف مقابل چقدر در تصمیمش محکم ایستاده. اشتباه فکر میکنید؟ خب اجازه گذارم بگم که برداشت بده من اینکه خانم ها تا یه حدی کم خیلی تابع این 2 hours later. مهمترین چیز واسه من احترام گذاشتن به نظر منه که طرف مقابلم برام احترام بذاره که مثلا من نظرم اینه که الان برم یا نرم. بحث اصلی من سر این بود که مثلا همسر آینده‌ام این احترام واسه من قائله که مثلا من یه زمانی میگم به قول شما حال ندارم برم سر کار، در حالی که شغلم هم دارم، اون کار کردنم دوست دارم، باعث رشدم میشه، یا مثلا شاید درسشو خوندم. بچه‌ها این ما بودنه که علی بهش اشاره کرد خیلی مهمه. چرترین برنامه ممکنی که میتونی ببینی اینه. من خوشم نیومد وقتمو خیلی گرفت 45 دقیقه. دوستان اگه تا اینجا ویدیو دادی خب من به خاطر تو 45 دقیقه وقتمو گذاشتم تا اینو میام خلاصه وار بهت بدم. حالا بعد اینکه این ادیت بشه نمیدونم چند دقیقه واسه در بیاد که نگاه کنی، ولی بدون که 45 دقیقه من نگاه کردم و هیچ چیز خاصی نداشت به جز اینکه دو تا نوجوان تخمی آورد تخس آورده بودن مغرور که حتی حرف زدن هم بلد نبودن و اینکه آخرش هم سربسته تموم شد. هیچ تا ویدیوهای بعد.
حتما چیز کن، لایک کن، ویدیو بره بالا، نکنم و ساب کنم، سابم بکنید. فعلا خداحافظ.